نظیرمند موسویف هنرمندی شناخته تاجیک در سن 70 سالگی از دنیا درگذشت. او در فیلم های زیادی زمانی شوروی و زمانی استقلال نقش آفریده است و همزمان یکی از هنرمندانی بود که در ترجمه و دوبلاژ فیلم های ترکی سهمی کلان داشت. حتی در یک فیلم به جای چند هنرمند آواز میداد. نظیرمند موسویف هنرمندی خلقی تاجیکستان، کارمند تئاتر دولتی جوانان به نام محمود جان واحدوف بود. نظیرمند موسویف در سابق ناحیه مسکو، حالا ناحیه همدانی به دنیا آمده. ختم کرده وگیکی شهر مسکو بود. همکار و دوستی نظیرمند موسویف قربانی صابر در مرگ او چنین گفت: اون هنرمند نبود که گویم فلان نقشش خوب بود و فلان نقشش خوب نبود. همه کارهایش خوب بود. معیار حقیقتی بازنگری در همه کارهایش بود. می توانست فیلم چندان خوب نباشد یا فیلم نامه خوب نباشد، اما جایی که اون نقش می‌فرید همه کار خوب بود. نوشتند هم پیشه هایش در شبکه‌های اجتماعی. بنا به گفته رئیس اتفاق کینماتوگرافیستان تاجیکستان سفر حق داد، نظیرمند موسویف سالهای 80 عصر گذشته پس از نقش آفرید در فیلم او مرا خوش دارد معروف شد. او به سینمای ما همچون یک چهره کینایی وارد شده بود. چهره و صدای زیبایش کارگردانها را مفتون کرده بود. در سالهای استقلال هم خیلی فعال بود. جوانها همیشه او را برای نقش آفری در فیلم ها دعوت می‌کردند. بی‌غرض بود. حتی نرخ نقش آفری را نمی‌پرسید. از او کسی حرفی ناخوب نشنیده است. همیشه در لبش تبسم بود. هر روز سر کار می‌آمد و در کینا و در تئاتر فعال بود. گفته است سفر حق دادوف. نظیرمند موسویف آخرین حرف نقش آفریده‌اش را آواز می‌دهد و از حجره صدادهی بیرون می‌شود. چند نفسی در کرسی می‌نشیند و از ظفری ولی خواهش می‌کند که برایش دوا بیارد. معده‌اش می‌سوزد. در همین حال ظفری ولی به داروخانه می‌شتابد تا آمدن او حال هنرمندی مردمی بد شدن می‌گیرد. وقتی ظفر به دوای معده حاضر می‌شود می‌بیند که حال نظیرمند موسویف نهایت بد شده است و همان نفس قلبی هنرپیشه ناتکرار درون سینه‌اش پاره می‌شود. واپسین لحظات زندگی نظیرمند موسویف در فیلم ظفری ولی برای ابد ثبت شده است. مراسم دفن او 16 می در شهر دوشنبه برگزار گشت و نصف روزی در آرامگاه محله قراتگین شهر دوشنبه دفن کردند.